با درود خدمت دوستان گرامی، با درسی دیگر از درس‌های آلمانی به فارسی.com در خدمتتون هستم. آلمانی به فارسی.com/german درس‌های آلمانی ما اونجا هستن. facebook.com/آلمانی به فارسی.com. تلگرام رو تازه زدیم، telegram.me/آلمانی به فارسی.com و youtube.com/اشکان1978 توی سایت هم میتونید درس‌های آلمانی رو توی بخش آلمانی به فارسی.com/german، فرانسوی رو آلمانی به فارسی.com/french، فارسی رو آلمانی به فارسی.com/persisch و فیسبوک هم که میشناسید. امروز میخوام در مورد عشق صحبت کنم. عشق که در درس قبل موضوع جدا شدن رو صحبت کردم که وقتی که میخوان آلمانی از هم جدا بشن چه بهانه‌های عشقی میگیرن، چه جملاتی به کار میره. و خیلی از دوستان گفتن، قبلا البته گفته بودن بارها، که اشکان راجع به آشنا شدن با یه نفر صحبت کنیم، چه جوری بگیم، چی کار کنیم. خب من الان این درس رو به این اختصاص میدم که چجوری بریم آشنا بشیم. حالا یه نفر از یه نفر خوشش اومده میخواد آشنا بشه، چجوری سر صحبت رو باز کنه و به هر حال بریم بالا. مهمترین فعلی که وجود داره kennenlernen. kennenlernen یعنی آشنا شدن. بعضی موقع جدا از هم می‌نویسن. دودن توصیه میکنه کنار هم بنویسیم. البته اون جدا هم غلط نیست. kennenlernen یعنی آشنا شدن. شما کسی رو آشنا میشید، با کسی آشنا نمیشید توی آلمانی. دقت کنید. jemanden kennenlernen. مثلا من میتونم بگم ich möchte dich، تو را، ich möchte dich sehr gerne، خیلی با کمال میل، یعنی در واقع خیلی دوست دارم. kennenlernen این هم نمیگیم lernen، میگیم lernen. یکم آ میشه این. lernen kennenlernen. این ای آخر فعل هم معمولا میخورن توی زبان روزمره. مثلا میگن kennenlernen، نمیگن kennenlernen. خب حالا اگه گفتیدم اشکال نداره ها، فقط صرفا میخوام بگم که از نظر تلفظ هم کار کنید دیگه بد نیست. این میتونه این شروع صحبته kennenlernen. حالا بعضیا مسلما خب بعدش چیکار کنیم؟ نمیخورن شما رو، یعنی به یه نفر یا چه به یه دختر برید، معمولا به دختر میگن، دخترها بیشتر پیشنهاد میگیرن تا پسرها، معمولا شما رو نمیخورن اگه اینو بری بگید. تو گوشی هم نمیخورید، اصلا نیاز نیست بترسید. پس خیلی این راحت ترین حالتش. حالا من سری چیزای دیگه هم بهتون خواهم گفت که یکم کریتیو یعنی حالت خلاقانه باشه. مثلا یه مقدار با شوخی ممکنه باشه، یه مقدار چاشنی شوخی هم توش باشه، میتونه مؤثر باشه، بستگی داره. خیلی حالت عادی خیلی راحتش اینه که میری به طرف یه نفر خودتو معرفی میکنی. هالو ich bin اشکان، مثلا دستتو دراز میکنی بهش دست بدی. ich bin اشکان. هالو ich bin اشکان. wie heißt du؟ یا wie heißen Sie؟ اگر تو حالا روزمره است و wie heißt du oder wie heißen Sie، بستگی داره. حالا تو دانشگاه اینا دیگه wie heißt du هست دیگه، توی دانشگاه با دو صحبت میکنن. اونم معرفی مثلا میکنه خودشو. hast du vielleicht Zeit einen Kaffee mit mir zu trinken؟ hast du vielleicht هم حالا نگیم، شاید نباشه، حتمی باشه. hast du Zeit mit mir einen Kaffee zu trinken؟ خب فاعل جمله اول دو هست، فاعل جمله دوم تو میخوای بخوری با من یه کافی، بنابراین فاعل جمله دوم رو حذف کردم، سو گذاشتم. درسای عمومی آلمانی فارسی رو میتونید دنبال کنید. hast du Zeit mit mir einen Kaffee zu trinken؟ خب اینجا یه سواله، من میتونم مستقیم پیشنهاد بدم. ich möchte dich gerne einladen دعوت کنم. zum Kaffee trinken برای قهوه خوردن. zum Kaffee trinken. ich möchte dich sehr gerne zum Kaffee trinken einladen. hast du jetzt Zeit؟ خب اینها حالتهای عادی و مؤدبانه است. یه حالت عادیه که مثلا یه دفعه میرید طرف یه نفر، hallo ich heiße فلان، hast du vielleicht Zeit mit mir so einen Kaffee zu trinken؟ hast du Zeit mit mir einen Kaffee zu trinken؟ ich möchte dich sehr gerne kennenlernen. حالا اینا رو همه رو با هم میتونید بگید. یه حالت دیگه‌اش، میریم طرف یه نفر، hallo ich glaube wir kennen uns. همدیگه رو wir kennen uns noch nicht. هنوز همدیگه رو نمیشناسیم. ich glaube wir kennen uns noch nicht. فکر کنم هنوز همدیگه رو نمیشناسیم. ich denke wir kennen uns noch nicht. یعنی در واقع یه حالت مبتکرانه هست. میخوای اون یخو بشکنی، خیلی مهمه. das Eis brechen. یخو شکستن. یخ اون اول کارو باید بشکنید.
anfangs در ابتدا anfangs das Eis brechen. در ابتدا یا به جای anfang میتونم بگم am Anfang oder zu Beginn یا zuerst در ابتدا zuerst anfangs das Eis brechen. این مهمترین کاره. همه اینها یعنی یخ باز شه، شکسته بشه، بعد میتونید دیگه صحبت رو ادامه بدید. اون یخ اول مهمه. das Eis brechen. Man muss das Eis brechen. Anfangs muss man das Eis brechen. Am Anfang muss man das Eis brechen. خب. Hallo, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aishkan. Wie heißt du? خب شروع میشه. خب بعضی مواقع میخواید صرفا سر صحبت رو همون باز کنید، همون das Eis brechen که سر صحبت باز بشه. مثلا یه نفر توی خیابونه، میتونید بگید مثلا تو صف وایسادید، تو صف مثلا یه جایی. اینا که برای چیزایی هست که فرد رو نمیشناسید، همینجوری یه دفعه خوشتون میاد میخواید رابطه برقرار کنید. اون اگه بشناسید اون بقیه خوبن، اونا هر کدومشو بگید کافیه، کفایت میکنه. یا آره است یا نه است دیگه، از این دوتا که خارج نیست. بنابراین شجاع باشید. kannst du das مثلا یه چیزی تو دستتونه، kannst du das für mich halten، واسه من نگهش داری، میتونی اینو واسه من یه لحظه نگه داری. kannst du das kurz für mich halten، میتونی اونو واسه من یه لحظه نگه داری. مثلا ما میخواید بند کفشتو ببندی یا یه چیزی رو بری بیاری، مثلا نگهداشت میگیری، تشکر میکنی. übrigens ich heiße ich bin danke ich bin wie heißt du مثلا، بعد شروع میکنی در واقع اون یخ اولو شکستن. یا مثلا هندی تو بدی، مثلا میگی یه عکس مثلا میگیری از من، مثلا اینجا یه عکس بگیری. kannst du ein Foto schießen، kannst du von mir، میتونی از من ein Foto schießen. ein Foto schießen یعنی یه عکس بندازی مثلا. ein Foto machen، حالا به جای schießen میتونم بگم machen. کسی هست بگه نه؟ کسی نیست نه. حالا این یکم یخ اولو باز میکنی، بعد میتونی اگه بعد میشه یکم صحبت کرد. بعدم دیگه موقع صحبت کردن گفتم یا آره است یا نه. ممکنه فرد توی رابطه باشه که میگه، حالا خیلی هاشون هم توی رابطه نیستن ولی میگن ich habe einen Freund. چیزای دیگه رو دیگه باید با تجربه خودتون به دست بیارید. من صرفا یه سری اون استراتژی بهتون میدم، بقیه‌اش به عهده خودتونه. مثل درسای آلمانی و فارسی، من بهتون راه رو نشون میدادم. همیشه میگفتم اینو برید، این کارو بکنید، زیاد گوش کنید. بعد دیگه اون تجاربی که به دست می‌آوردید اونها دیگه محصول کار خودتون بود، محصول تلاش خودتون بود. اینم به همین ترتیبه. خب خیلی جالبه مثلا بتونی مثلا یه نفر رو یکم با بخندونی، یه چیز خنده‌دار، مثلا خنده‌دار بد نباید باشه، یکم با کلاسی تو از دست نباید بدی. از این چیزای خنده‌دار من چند تا رو تو اینترنت پیدا کردم، اینجا واسه شما میذارم، ترجمه‌اش هم میکنم، کلماتش هم برای کسایی که میخوان آلمانی فقط یاد بگیرن مسلما مناسبه. مثلا hey ich habe meine Telefonnummer verloren. hey من شماره تلفنم رو گم کردم. leihst du mir deine، مال خودتو به من قرض میدی. jemandem etwas leihen. leihen یعنی قرض دادن. jemandem etwas leihen توی روزمره borgen هم میشنوید. borgen. leihst du mir deine یعنی مال خودتو من قرض. deine منظورش این از deine این تلفن نوما، دی نوما تلفن نوما deine. میبینید؟ خب این یه نوع مثلا حالا خودشو خوشمزه کنه. مثلا مثلا hast du mal einen Stift؟ یه خودکار داری؟ ich möchte mir deine Nummer aufschreiben. میخوام شماره تو بنویسم. خب ich habe mir gedacht، من با خودم فکر کردم wenn ich dich jetzt nicht anspreche sehen wir uns nie wieder. اگر باهات الان صحبت نکنم همدیگر هرگز نمیبینیم. یعنی به این خاطر باید صحبت کردم. jemanden ansprechen. jemanden ansprechen یعنی بچه ها برید سر صحبت با یه نفر باز کنید. مثلا er hat sie und مرده آن زنه را er hat sie auf der Straße angesprochen. سر صحبت رو باز کرد. حالا یه حالتی هم داریم به جای ansprechen میگن anmachen یه حالتی داره که یکم سکسوال بدویتون داخلش هست. میتونه چندین معنی داشته باشه. یکی از معنیاش اینه که
یکی از معنیاش حالت معنی سکسی داره. مثلا یه نفر رو آنماخن کنید، یعنی در واقع دوست داری باهاش رابطه سکسی داشته یا در واقع تلاش کنی برای اون. یه نفر رو آنماخن میتونی کنی ربطی به روابط سکسی نداشته باشه. مثلا یه نفر رو بهش بد و بیرا بگی الکی، مثلا همینجوری یه دفعه وایساده اونجا بری بگی تو اینجا چی کار میکنی، تو مثلا خارجی اومدی، hat mich angemacht. اینم آنماخنه. مثلا hat sie auf der Straße angemacht. وقتی یه نفر auf der Straße آنماخن کنی میره بهش مثلا میگه ای خوشگله، مثلا این آنماخنه. البته باز اضافه کنم که آنماخن حتما هم بد نیست. مثلا آنماخن کنی یه نوع داری صحبت میکنی با یه نفر. توی فارسی میتونی معنی لاس زدن هم مثلا ترجمه کنی، صحبت میکنی. فلورتن هم میتونیم بهش بگیم، اونم میتونه معنی بده. hat sie auf der Straße angesprochen. با تو خیابون رفت باهاش صحبت کرد، سر صحبت رو باز کرد. یکی از موارد دیگه که خنده مثلا یکم با شوخی و مزاح همراست. ich weiß zwar nicht wer du bist. با این که نمیدونم کی هستی، aber ولی اینجا zwar aber structure zwar aber ich würde es gerne wissen. خیلی دوست دارم اونو بدونم. ich würde es gerne wissen. ich möchte es gerne wissen. میتونی اینم بگی. یا Entschuldigung به جای Entschuldigung بچه‌ها توی روزمره میگن Entschuldigung انتشو میخورن. Entschuldigung. ولی اینجوری نگید، شما Entschuldigung بگید. Entschuldigung, ist dir schon aufgefallen, dass wir noch nichts zusammen getrunken haben? متوجه شدی که ما هنوز با هم چیزی نخوردیم، هیچ چیزی ننوشیدیم؟ یعنی میخوای دعوتش کنی بره به یه جای قهوه چیزی بنوشید یا چیزای دیگه. خب aufgefallen, ist dir aufgefallen؟ اینو درسای آلمانی فارسی مثلا داشتیم. متوجه شدن. Frau Merkel ist aufgefallen, dass ihr Handy klingelt. زنگ میزنه. اینو تو یه تمرین بهتون داده باشم، اگه دوستانی که آلمانی فارسی رو دنبال میکنن اینا رو میدونن. خب پس مهمترین حالت دیگه اون جرأت خودتونه دوستان. یکی از حالتهای خیلی خوبی که مثلا برای زبان آموزا میتونه خوب باشه اینه که مثلا شما یه دفترتون رو میگیرید، یه چیزیشو نمیفهمید، یا حالا اگه میفهمید میگید نمیفهمید یه کلمه، میرید به یه نفر میگید اینو kannst du mir das erklären bitte was das heißt، 100% بهتون جواب میدن. اونجا یخو شکستید، das Eis brechen مهمترین کاره. و یخو شکستید، بعد حالا طرف حالا میدونه شما زبانتون هم حالا خوب نیست، اشکال نداره. واقعا کسی رو بخواید دوست داشته باشید و بخواید باهاش آشنا بشید، نباید دیگه واقعا ترسی به دلتون راه بدید و باید جرأت این کار رو داشته باشید. واسه خانوما هم به همین ترتیب. خانوما مثلا میتونن بگن مثلا du bist ein vernünftiger Mann، سر عقلی هستی، مردی هستی که vernünftig یعنی سر عقل و کارهای بچگانه نمیکنه، میدونید، عاقله. و میتونید بگید so einen vernünftigen Mann habe ich noch nie gesehen. همچین مرد عاقلی رو هنوز ندیدم. مرد مثلا خیلی خوشش میاد و سر صحبت بازشون باز میکنه و کارهای دیگه. ولی خب خانوما راحت ترین در این مواقع، معمولا پسرها قدمو برمیدارن، معمولا. هیچ وقت 100% نیست، میتونیم بگیم 20% هم خانوما میان جلو. خب اینم امیدوارم که دست از سر من بردارید راجع به اینا و به کار بگیرید. چندین بار گوش کنید، کلماتشو تکرار کنید، یاد بگیرید. مهم das Eis brechen. Anfangs das Eis brechen، اولش یخو بشکنید به صور مختلف و یکم کریتیو باشید دیگه. وقتی رفتید دیگه به بعدش فکر نکنید. شروع که شد 2-3 جمله اولو یاد داشته باشید، بعدشو دیگه به خودتون اطمینان کنید میتونید. Alles Gute und auf Wiedersehen. تلگرام ما جدید زدیم، میتونید عضو بشید اونجا. telegram.me/almanifarsi.com و مطالب جدید هم اونجا میذاریم، علاوه بر فیسبوک و علاوه بر سایت almanifarsi.com/german. درسای اصلی اونجا لیست شدن، درسای کوتاه هم توی خود یوتیوب میتونید برید توی بخش پلیلیست. توی پلیلیست تمامش به ترتیب بچه‌ها. بعضی از دوستان میگن درس‌ها رو ما نمیبینیم به ترتیب. پلیلیست داره، لیست داره، همش به ترتیبه. خب موفق باشید. viel Glück، خوش شانس باشید. واژه Anmachspruch یعنی مطلق و Anmachsprüche یعنی مطلق ها، که اینم یه جمله میدم ترجمه کنید.